سلام علیکم. با تمام این مردم انسان با نزاکت تیک تاک سلام. برادر کتابچه خاطراتم است که برای شما قصه میکنم. هم برای شما نصیحت است، هم تجربه. ما که دیپورت شده بودم، یک زن افغانی منزل بالا بود، زن پاکستانی در پایان. با تمام این کمک های زن پاکستانی فامیلم طالع مهم میشد. 10 تاریخ شد اعلان کرد افغانیا بره. ما با زن پاکستانی مشوره کردیم که دخترهای ما میتونیم، گفت نیستیم. دخترهای تو بتر که کالای سفید میپوشی، کالای داغ میگیره. قربان چون سلام با تمام این مردم صحابی، با دخترای صحابی غیرتمند سلام. صد سلام به صحابی. برادر دخترای ما با کمک زن صحابی آورد دیپورت شدن. آلمو زن صحابی در خانه است. 20 کرور سرمایه پیش است. برای من میگه که حاجی صاحب من کوشش میکنم که خدا زن مرد بسازم، خدا بیبی بسازم. کوشش نمیکنم که خدا خراب بسازم، تو دله بسازم. کوشش میکنم که پیش 3 تا طفلای ما رنگ ما زرد نباشه، بنازم. من کوشش میکنم که 3 تا طفل ما تو را چی کنم. از تو 3 تا طفل دارم، ما پیش 3 تا طفل خود رنگ زرد نباشم. برادرها دختر جوان که از خانه میره، پدرش کالایش دار میشه. زن که در خانه زن نمیشه، که از خانه میره طلاق میشه، کالای پدر از او داغدار میشه. دیگه شما کوشش کنین که با دخترایتان با بچه‌هایتان همراز باشین، محبت برشون بتی. غریب هستی، پیسه داری نداری، محبت انسانی بتی. انسان ها تشنه محبت است. با اولادایت محبت بتی، قدم غلط نمیبرداره. اگر پیسه بیتی، پول بیتی، محبت داده نتونی دو بزنی، دشنام کنی، اوقات دختر رو ترک کنی، یک قدم غلط میبرداره. خدا نکنه دخترایتان قدم غلط برداره، طلاقایتان داغدار شود. من هم کسایی که زن خود طلاق میده، او کالایش داغدار نمیشه. او کالای پدر زود داغدار میشه که دختر طلاقیش در خانهش میره. دختر طلاقیش که در خانه میره، کالای زود داغدار میشه. کالای شما در صورت دختر خودتان که از خانه بره داغدار میشه. سلام علیکم. و تمام مردم تیک تاک سلام.